بسم الله الرحمن الرحیم. من فاطمه مدنی هستم، دانشجوی دکترای سال سوم ادبیات فارسی از دانشگاه جامعه ملیه. من کشمیری هستم، اهل کشمیر هستم. همونطور که میبینید این سمینار هر ساله برگزار میشه با نام قالب و برای بررسی کارهای قالب، اشعارشون یا کارهایی که به نثر انجام دادن و این به طور مشترک بین بخش اردو و ادبیات فارسی برگزار میشه، چون همونطور که میدونیم قالب یه شخصیتی هستن که هم به زبان فارسی هم به زبان اردو اشعار خودشون رو پیش کردن، نثر هم دارن، هم به زبان فارسی هم به زبان اردو. و قالب یک شخصیت بسیار بزرگی در سرزمین هندوستان هستش و این افتخار بزرگی برای ما هست که هر ساله برگزار میشه این سمینار بین المللی که از اقوام دیگه، از کشورهای دیگه ما مهمانانی رو داریم در این اجتماعمون، در این سمینار که میان مقاله هاشون رو ارائه میدن و از طریق دیدگاه خودشون، نظریات خودشون رو درباره قالب پیش میدن، ارائه میکنن. این بزرگترین موقعیت برای همه ماست و بسیار تشکر میکنم از ریاست این سمینار که هر ساله این موقعیت رو فراهم میکنه که دانشجویان از هر جای دنیا، از هر جایی که میتونن در زمینه فارسی یا در زمینه ادبیات اردو مقاله هاشون رو پیش بدن. ممنون.